بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. رمضان روز پنجم. این راه آسان نیست. این راه دین راه برای مردم هایی که خواب برده هستند نیست. اسلام اشخاص را نیاز داره که خالصانه زندگی بکنند و حاضر باشند که قربانی بدهند، قربانی که در دنیا از اونا گرفته میشه و در آخرت پاداش برشون داده میشه. شما ببینین وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره شد که تو از ما چی میخوای؟ چی میخوای که برای تو بدهیم تا اینکه تو از این دین دست بکشی؟ یعنی چی؟ یعنی از این قانون دست بکشی، از قانونی که شکننده قانون ما هست دست بکشی. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن زن میخوای؟ بهترین زن مکه را برات میاریم. پول میخوایی؟ هر قدر پول میخوایی ما برات میدهیم. قدرت میخوایی؟ بیا تو را بزرگ مکه میسازیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب برش میگه که اگر شما آفتاب را در یک دستم و مهتاب را در دست دیگرم بگذارین، باز هم من این دین را ترک نمی کنم، این قانون را ترک نمی کنم، حتی یک قدم هم به سمت اون چیزهایی که شما میخواهین نمیریم. این هست خلوص. و اسلام هم اشخاص را نیاز داره که خالصانه به خاطر دین الله زندگی بکنن، خالصانه به خاطر رشد این دین بجنگد، خالصانه در مقابل هر طاغوت استاد شوند و بگویند لا اله الا الله، که هیچ معبود بر حق نیست جز الله. یعنی چی؟ هیچ قانون بر حق نیست جز قانون الله، هیچ ادعاگر بر حق نیست جز ادعای الله، هیچ کسی این حق را بر من نداره بگویه که حلال چیز حرام چیز جز الله، و هیچ کسی بر من این اجازه را نداره که بگویه که تو میتونی سر از امروز نظر به جمع آرایی که در پارلمان جمع شده تو میتونی از امروز زنا بکنی، شراب بخوری، نمیدونم چرس بزنی و از امثال ها. و این است زندگی خالصانه که بنده بگه که الله تعیین کننده تکلیف است. الله تعیین میکنه که من به کدام سمت برم، از چی چیز بخورم و از چی چیز نخورم، به چی کسی سرخم بکنم و در مقابل چی کسی سربلند استاد شوم و بگویم که هیچ وقت حتی اگر این سر از تن جدا شود. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید در مورد این که خالصانه زندگی بکنیم؟ مهربانی میکند قل آمنوا بالله، بگویین که شما به الله ایمان دارید، ثم استقاموا، بعد از او استقامت نشان بدین، شل نباشین. بعد از او همین که گفتین ایمان آوردیم دیگه بعد فراموش نکنین که میرم من این کار را میکنم، این تو شد که سختی آمد که نمیدونم کار اجازه نمیده، پدرم اجازه نمیده، دولت اجازه نمیده، نمیشه، این تو شد سخت است، ما چون نه. استقامت نشان بدین، استقامت نشان بدین، چون که برنده شدن هم از همین راه هست. شما از همین راه میتونید برنده شوین. اگر نیک استقامت نشان ندادی، پس فرق تو بین یک کسی که کافر است چیست؟ اون هم استقامت نشان نمیده، اون هم هر چی که برش گفته میشه میپذیره. فرق بین تو با یک کافر چی هست وقتی تو استقامت نشان نمیدی؟ از الله جل جلاله میخوایم که برای ما استقامت نصیب بکنه و ما را بهتر بسازه و الله جل جلاله ما را جمله کسان بگرداند که بگویند لا اله الا الله و بعد از آن استقامت نشان بدن. السلام علیکم.